به نام خدا. در ادامه قسمت دوم بازماندگان افشار رسیدیم به جایی که ابراهیم خان افشار برادرزاده نادرشاه برادر شلیقوی میرزا رو در سلطانیه شکست داد و پس از اون ادعای سلطنت کرد و سکه به نام خودش زد، سپاهی رو فراهم کرد و به سمت خراسان حرکت کرد تا اینکه شاهرخ میرزا پسرعموی خودش هم از میدان به در بره و در واقع یکتاز میدان باشه. ایشون حرکت میکنه و به سمت خراسان که در سرخه امروزی سمنان گویا با نیروهای محمد حسن خان قاجار گلاویز میشه و در اون جنگ به خاطر اینکه بسیاری از نیروهای ابراهیم خان افشار متوجه سوء نیت ایشون میشن، از جمع ایشون فرار میکنن و سپاه قلیلی در اختیارش میمونه که بلافاصله عقب نشینی میکنه سمت قم. دروازه‌های قم به روش باز نمیشه و به یه قلعه به نام قلعه قلاپور در همون دوربر قم امروزی که بوده پناه میبره و پناهخان قلاپوری که حاکم اونجا بوده ایشون رو دستگیر میکنه و شهر مابقر رو برای شاهرخ میرزا که دیگه سلطنتش در واقع تثبیت شده بود مینویسه و ایشون از پناهخان میخواد که ابراهیم خان رو چشماشو پر کنه و به خراسان بفرسته که دو تا برادر علی قلی و ابراهیم خان رو با هم دیگه میفرستن به سمت خراسان که تو راه دیگه باز پیک دیگه شاهرخ میرزا میفرسته و خواستار این میشه که ابراهیم خان که کور شده کشته بشه و میکشنش و علی قلی شاه که عادل شاه بوده در راه اونو میبرن به مشهد میرسونن، تحویل خانواده سلطنتی افشار میکنن و شاهرخ اونو تحویل زنای نادرشاه میده و زنای نادرشاه اونو تیکه تیکه میکننش. اما برای اینکه ما بدونیم واقعا خانواده افشار کجا بودن، همین الان کجا هستن، آیا بازمانده مستقیم وجود داره یا نه، من باید اشاره بکنم به این که نادرشاه در اون شب شومی که کشته شد پسرانش شامل رضاقلی خان، نصرالله میرزا، شاهرخ میرزا، شاهرخ که نوش بوده، امام قلی میرزا، چنگیز خان و جهتت الله خان که در واقع شیرخواره بوده در اون شب میکشن. رضاقلی خان خودش 18 تا پسر داشته در 29 سالگی که کورم بوده، شامل شاهرخ، محب علی میرزا، احمد علی میرزا، هارون خان، بیستون خان و محمود خان و بچه‌های دیگه که بسیار کوچیک بودن 18 تا اونام کشته میشن و تعریف کردم براتون که نصرالله خان و امام قلی میرزا و شاهرخ خان فرار میکنن. کاظم بیگ افشار که برادر علی قلی شاه بوده اونا رو تعقیب میکنه و بهشون دست پیدا نمیکنه، ولی یک کسی به نام دوست محمد خان چهچهی از طرف عادل شاه مأمور پیدا کردن این سه عزیز میشه و امام قلی میرزا و شاهرخ رو در 18 کیلومتری کلات پیدا میکنه و اونا رو دستگیر و برمیگردونه به کلات که کشته میشن، غیر شاهرخ و نصرالله میرزا که تونسته بوده دورتر فرار بکنه توسط همون دوست محمد خان چهچهی و یکی از نیروهاش به نام قربان نامی بوده مورد تعقیب قرار میگیره که قربان در جایی به نام سنگ حوض برخورد میکنه با نصرالله میرزا، ولی نصرالله میرزا موفق میشه که اینو با نیروهاشو بکشه، ولی قراولان مرو گویا شناسایی میکنن نصرالله میرزا رو و دستگیرش میکنن و به مشهد میفرستن که ایشون هم اونجا در واقع توسط پسرعموی خودش کشته میشه. اما
باز باید من یکم برگردم عقب‌تر. زمانی که شاهرخ در مشهد حکومت میکرده تو دو پسر ارشد داشته به نام نصرالله میرزا و نادر میرزا که باز داستان اینا هم خیلی بخوام سریع بهتون بگم هی جابجا میشده جای این دوتا برادر با هم دیگه، تا اینکه در زمان فتحعلی شاه در واقع نادر میرزا دیگه که متواری شده بوده به افغانستان به کمک افغان‌ها نیروی گرد میاره و وارد مشهد میشه. فتحعلی شاه توسط عباس میرزای نایب السلطنه حمله میکنه به مشهد و عده‌ای از اهالی مشهد خیانت میکنن، دروازه ها رو باز میکنن و نادر در واقع نادر میرزا نبیره نادر شاه از طریق کانال آبی که بوده مال قنات‌ها از شهر خارج میشه، فرار میکنه، ولی در 4 فرسخی مشهد دستگیر میشه و به دستور نادر فتحعلی شاه زبانش بریده میشه و چشمانش کور میشه، بعدها میبرن تهران و به دستور شاه قاجار تیکه تیکه میشه. اما ایشون نادر میرزا یعنی یه پسری داشته در واقع به نام آقا محمد بگ افشار. آقا محمد بگ افشار فرار میکنه به قلعه شاهدهشت که الان شاندیز ما میگیم و در واقع خاندان افشار اونجا فرصت پیدا میکنه برای اینکه بتونه زندگی بکنه و نوادگان بسیاری از ایشون اونجا به جا میمونه که خانواده های عرض کنم خدمت شما که افشار معینی، افشاری و اینا از این جهت خدمتتون عرض کنم که خانواده های افشاری هستن که مستقیم از طریق جناب آقای آقا محمد خان بگ افشار به نادر میرزا، از نادر میرزا به شاهرخ و از شاهرخ به رضاقلی میرزا پسر ارشد نادر و از طریق ایشون به نادر وصل میشن. و این بود قسمت دوم بازماندگان خاندان افشار. تا بعد.